توی این ویدیو متفاوت میخوایم در مورد نات کوین صحبت کنیم، یک رمز ارز دیجیتالی که به شدت این روزها سر و صدا کرده. هر جا میری در موردش صحبت. کلی هم تو دایرکت از من پرسیدید که مثلا این رمز ارز رو چطوری به دست بیاریم، چطوری ماین کنیم، چطوری نقدش کنیم. میخوایم همه اینها رو با هم بررسی کنیم. آیا واقعا این رمز ارز بعداً با ارزش میشه؟ خیلی ها وقتی بهشون میگی که این رمز ارز با ارزش نمیشه، میگن که بیت کوین هم با ارزش نبود اول کار. بریم ببینیم که چطوریه کل داستان رو با هم یه بررسی داشته باشیم. سلام زنگ دانشی، امیر سالم. اگر چنل زنگ دانش رو دنبال نداری حتما ساب کن و روی زنگوله هم بزن که از ویدیوهای جدید زودتر با خبر بشی. خب اول اینکه نات کوین رو ما چطوری اصلا واردش بشیم. یک ربات تلگرامی داره. حالا آیا این ربات تلگرامی اصلا قابل اطمینان هست یا ربات‌های تلگرامی متعددی وجود داره؟ ربات تلگرامی نات کوین مشخصه و تیک آبی هم داره، وریفای شده توسط خود تلگرامه. نکته‌ای که وجود داره این وسط وقتی که یه چیزی وایرال میشه، خیلی ها در موردش صحبت میکنن، یه سری سوجویی هایی هم به وجود میاد. خیلی ها شما رو میکشونن مثلا سمت این وبسایت اون وبسایت که تو این وبسایت ثبت نام کن، مثلا ما بهت نات کوین میدیم، که تهش میرسی به یه لینک رفرال که بعدا روی اون میزنی و وارد همون نات کوین میشی. لینک رفرال چیه؟ وقتی که مثلا من عضو نات کوین بشم، برای اینکه سکه هامو بیشتر کنم یه لینک معرفی به دوستان میگیرم. حالا مثلا من میام زیر این ویدیو تو دیسکریپشن لینک همو میذارم، میگم شماها از این عضو بشین. خب یکم هم برای من سود داره هم برای شما، چون مثلا یه سری سکه هدیه میدن. ولی اکثر تلاش هایی که حالا کانال های تلگرامی یا وبسایت ها میکنن اینه که مثلا از لینک رفرال اونا برین داخل این برنامه. ولی اگه اصلا شما نخواین از لینک رفرال هیچ کسی برین، بخواین خودتون از منبع اصلی وارد بشین، باید چی کار بکنین؟ من اسکرین رو روشن میکنم. اول بهتون بگم که نات کوین یک کانال تلگرامی داره که نات کوین کامیونیتیه، اخبارهاشو اینجا میزنه. پس شما اخبارهاشو از اینجا دنبال کنید. اکثر جای مختلف همینو ترجمه میکنن، در اختیارتون قرار میدن. شما به منبع اصلیش دسترسی داشته باشید. توی همین مدت کوتاه تعداد کسایی که نات کوین رو ماین کردن یا عضو اون ربات شدن به 10 میلیون رسید و این آمار یه آمار خیلی فوق‌العاده‌ایه. با چت جی پی تی توی یه بازی قابل رقابته. برای همین میگم که واقعاً وایرال شده و شما توی روزهای آتی بیشتر و بیشتر میشنویم. پس نیازه که بدونین داستان از چه قراره. حالا اگر ما بخوایم بریم توی رباتش، نات کوین آندرلاین بات، این رو می نویسید و به باتش میرید. آدرسش هم اینطوریه، نات کوین آندرلاین بات. این آدرس اصلیه، دیگه آدرس دیگه‌ای وجود نداره. شما هم بخواین استفاده کنی، روی استارت میزنی، اینجا روی گزینه لیتس گو میزنی، روی لانچ میزنی. یعنی من همه این کارها رو با هم داریم استارت میزنیم که شما هم ببینید. نات کوین در واقع nothing، یعنی هیچی نیست، ارزشی هم در حال حاضر اصلا نداره. پس اگر کسی بهت میگه که بیا اینا رو برات نقد کنم، یه پولی به من بده که بعداً من برات مثلا اینو نقد کنم، در واقع کلاهبرداری دیگه. تشخیصش ساده است. بعداً اگر اینا ارزش پیدا کنن همه جا پر میشه، الان ارزشی نداره. حالا روی این سکه ها بزنی یه دونه یه دونه یه دونه امتیاز میگیری. مثلا الان من 16 17 18 19 20 تونستم سکه داشته باشم و مثلا 29 تا از این رمز ارز دیجیتالی نات کوین رو من ماین کردم. خب حالا این چه ارزشی داره که من همینطوری بزنم؟ اگه من همینطوری پشت سر هم بزنم، انرژی که اینجا دارم تموم میشه. مثلا الان من کلاً 1000 تا انرژی دارم و میبینید که هر چی میزنم این کم میشه، به صفر که برسه دوباره باید صبر کنم اون پر بشه و دوباره بتونم
مثلا سکه های جدیدی رو ماین کنم. حالا اینجا یه بخشی داره به نام بوست، من میزنم روش، به من میگه که اینجا تو بخش مولتی تپ تو لول 0. اگر مثلا 100 تا سکه بدی من لول تو 1 میکنم. الان من اینجا بزنم دوتا میتونم ماین کنم، ولی 100 تا سکه‌مو دادم، مثلا الان دیگه ارزش زدن من شد دوتا. بعدا لول های بالاتر مثلا ارزشش میشه 5 تا 10 تا 25 تا، هر کدومی که میزنی مثلا 25 تا برات سکه به دست میاد. دوباره بریم توی همون بخش بوست، توی بخش ریچینگ اسپید اینجا میگه که مثلا باید به 100 تا برسی تا بتونی اینا رو ببینی اصلا چی هن. حالا مثلا من به 100 تا رسیدم، دوباره میرم تو بخش بوست، اینجا رو گت میزنم، اینجا الان انرژی من دوتا پر میشه. قبلا مثلا 950 میشد 951 52، الان میشه 944، دوتا میره بالا. انرژی لیمیت هم میتونم مثلا بیشتر کنم، الان انرژی لیمیت من شد 1500. پس اینا رو میشه ارتقا داد با همین سکه هایی که داری. حالا این به یه شکل بازی طوریه. اینجا پایین هم یه سری حالا مثلا تم داره که میتونی استفاده بکنی. یه بخش فول انرژی داره که مثلا اگر بزنی دیگه انرژیت مثلا اگر روی 0 هم باشه به 1500 میرسونه. یه بخش ارن داره که میتونی سکه به دست بیاری. حالا چطوری؟ هر کدوم داستانهای خاص خودشو داره. مثلا اگر یک نفری رو اینوایت کنی، الان مثلا لینک رفرال من اینه، بعدا من مثلا میام تو دیسکریپشن میگم هر کی خواست که مثلا عضوش بشه بیاد از این لینک استفاده کنه. منم خب یه سری سود میبرم دیگه. یکی از تسکاییه که من میتونم سکه بیشتری داشته باشم. دوباره روی Let's Go میزنیم و دوباره میریم تو بخش ارن. مثلا اینجا تو بخش جوین اسکواد به من میگه که اگر عضو یک مثلا اسکوادی بشی بهت 5000 تا سکه میدم. من اینجا جوین اسکواد رو میزنم. اینجا چنل های مختلفی وجود داره، مثلا من چنل پاول دورف رو انتخاب میکنم، جوین اسکواد رو میزنم، جوین میشم و اینجا میام تو بخش ارن و این رو کامپلیت میکنم و اینجا مثلا سکم شد الان 5100. اینجا یه نقطه امیدی که هست، مثلا میاد یه سری پروژه های وب تری رو معرفی میکنه و خب در آینده میتونه مثلا از این بخش درآمدزایی کنه و امیدوار بود که مثلا این کوینش ارزش پیدا کنه. و یه مسئله دیگه ای که داره این که مثلا شما هی میای میزنی و کوین به دست میاری، خب در واقع کمک میکنه که شما یک مخاطب فعال توی این اپلیکیشن باشی و هر روز بیای و برای اینکه مثلا سکه های بیشتری به دست بیاری حالا بیای چیزایی رو که معرفی میکنه، تسکایی که برات میذاره رو انجام بدی، سکت رو بیشتر کنی. حالا مثلا یکیش میتونه این باشه که شما مثلا با این سکه تلگرام پریمیوم بخری یا از این کوین مثلا توی خریدهای تلگرامیت استفاده بکنی، یا اینکه قراره مثلا این کوین به صرافی ها اضافه بشه. اما اینا همه حرفه. و یه چیز نگران کننده ای هم که در مورد این کوین وجود داره، چون این کوین خیلی ساده به دست میاد در حال حاضر. یعنی من الان که هیچ چی خرج نکردم توی همین آموزش با شما اومدم الان مثلا 5160 تا کوین دارم و خب 10 میلیون نفر دیگه هم این کار رو کردن، شما هم میبینی این کار رو میکنی. احتمال اینکه یه چیزی که تو سطح عموم به راحتی در دسترس بعداً با ارزش بشه یکم پایینه، ولی چون پروژه رایگانیه و خیلی داره در موردش صحبت میشه و چون این 10 میلیون نفر دارن قاعدتاً از تلگرام استفاده میکنن و این پروژه به تلگرام هم قطعاً کمک میکنه و یه جورایی هم حمایت تلگرام رو داره، میتونه امیدوار کننده باشه که حالا تحت یه شرایطی تسک ها پیچیده تر بشن، تسک ها آپدیت تر بشن
و این پروژه سودرسانی خیلی خوبی داشته باشه، حالا اونو بیاد بین اعضاش هم پخش کنه. پس کل داستان نات کوینی که این همه در موردش صحبت میشه که این کارو بکن اون کارو بکن اینجوری نقدش کن همینه. چیز بیشتری از این فعلا در دسترس نیست، ولی قطعا ما از این پروژه بیشتر و بیشتر میشنویم، به طوری که در مثلا 1 ماه 2 ماه آینده همه در مورد این پروژه صحبت میکنن، چون با این رشدی که توی چند روز داشت مشخصه که این پروژه خیلی پشت سرش حمایت‌های جالبی رو داره. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، شما باید برای اینکه سکه به دست بیارین تو حالت معمول ضربه بزنید. یه سری اپلیکیشن مثلا ربات‌های تلگرامی یا نرم افزارهای مثل آتو کلیکر هست که شما نصب می‌کنی، یه جای اسکرین رو انتخاب می‌کنی، بعداً بهش زمان میدین، خودش مثلا کلیک میکنه. حالا این که مثلا اینجور اپلیکیشن ها بعداً توسط این بات به عنوان ربات شناخته میشن و مثلا حذف میشن، تنبیه میشن، اصلا مشخص نیست. چیزیه که تو همین چند روز آینده تجربه کاربرها بوده، خیلی هم دارن ازش استفاده میکنن و چون تازه است، حالا کامیونیتی گایدلاین و قوانین و مقررات سفت و سختی فعلا نداره. بعداً اگر جای شنیدید مثلا با آتو کلیکر این کار رو میکنن، بدونین چیه جریان رو، که به خاطر اینه که دیگه خودشون دونه دونه با انگشتشون نزنن رو صفحه، این نرم افزار رو استفاده میکنن. این ویدیو رو براتون گذاشتم که کلاً جریان دستتون بیاد. حالا اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سوالی داشتین کامنت بذارین، لینک رفرالم هم میذارم، خواستین بزنین، نخواستینم خودتون برین از کانال تلگرامیش عضو بشین و ببینین که چه خبره. اگر اطلاعات بیشتری هم داشتی در مورد این کوین برام تو کامنت ها بذار، حتما کامنت های خوب رو پین میکنم که دیگران هم اطلاعاتشون کامل تر بشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.